رو آغاز میکنم. همین اول باز میخوام همین اول برنامه که حدود یک هفته است که میتونم برنامه اجرا بکنم، کتاب بخونم. واقعا زندگی به هر حال مشکلاتی پیش میاد و آدم نمیتونه بر اساس برنامه‌ای قبلا چیده بود حرکت میکنه. به هر حال از این بگذاریم. امروز فرصتی شد و توفیقی که دوباره کتاب بخونم. در این مدت یک کتاب دیگری رو از روی تلفن میخوندم بر اساس اطلاعاتی که کتابی که دانلود کرده بودم روی تلفن. یک کتاب جدید اونجا پیدا کردم، خیلی جالب بود که در این کانال تلگرامی جناب آذرباش نیستش. ریسرچ کردم، جستجو کردم، نیافتم. امیدوارم که بتونم اون رو منتقل کنم به اینجا. فکر کنم منتقلش کردم اگه بتونم شاید تو تلگرام شاید تو اینجا باشه. این کتاب بسیار جالبه. من پیشنهادم برای این هستش که یکی از دوستان که نویسش خیلی خوبه این کتاب رو کلا بخونه. این کتاب واقعا یک کتاب Real Museum of Natural History. حالا این کتاب واقعا یک کتاب بی‌نظیریه و چجوری سرزمین‌های ما و مغز ما اشغال شده رو این کتاب تا یه حدودی نشون میده که غربی‌های مسیحی چه شکلی حرکت کردن، آغاز کردن کارشون رو قدم به قدم و به آرامی و با حوصله و به نام انسانیت، به نام اینکه میخوان پزشکی بیارن و دارو و درمان بیارن و اینها، چجوری وارد رگ و پی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی خونی نژادی ما شدن و به تدریج حتی اشغال بردن. کتاب بسیار بسیار سودمندی هستش. این برای ماها نوشته نشده، این برای گزارش دو قرن تلاش غربی هاست که به طور خلاصه ظاهرا برای کمونیسم یک جایی جمع‌آوری شده. کتاب بسیار مفیدی هست، بسیار بسیار مفیدی برای اینکه بفهمید که چی هست. اما این اون کتابی نیستش که من می‌خواستم معرفی کنم. نه اون نیست. اون کتاب ترکی رو نفرستادم. همین رو گم کرده بودم، پیدا کردم تو این بیمارستان که بودم. این رو تونستم به هر حال به دست بیارم. خب از این بگذاریم، برگردیم دوباره. من این کتاب رو پیدا میکنم، حتما رو منتقل میکنم تو اینجا که بتونیم ازش استفاده بکنیم. دانلود و بریم کتاب دیگری رو از این کتاب هایی که شروع کرده بودیم برای خوندن اونها. علم طب پاشا رو سری قبل خوندیم که تا حساب ریاضیات رو هم فکر می‌کنم خوندیم. علم و جهلم اگر اشتباه نکنم به شکل شعر بود خوندیم. اجازه بدید ببینم. بله این رو هم فکر می‌کنم آخرین برنامه‌ای که داشتیم به طور زنده اجرا می‌کردیم یه بخشی از کتاب رو خوندیم. حالا یه کتابی هست وصایای انبیا، اولیا و نصایح علما و حکما. این کتاب خیلی قدیمی نیست ولی نشون میده که ترک‌ها در این زمینه هم این کار کردن. حالا ببینیم ترکی هست یا نه. اول یک نگاهی به کل کتاب بندازیم. کتاب ترکی هست. اینجا فقط یک کلمه اولمشتور رو دیدم، همین کافیه بگم که این کتاب ترکی هستش. حالا اینجا رو می‌خونیم 1287 این کتاب نوشته شده یا
تمام شده نوشتنش 1287، یعنی حدود بگیم که 160 سال پیش این کتاب نوشته شده. اواخر عثمانی این کتاب نوشته شده. این وضعیت کتاب هستش با یه نقاشی در اول کتاب صفحه اول و بعد بسم الله الرحمن الرحیم، کادری در دور مطلب بسیار پررنگ و یکی کمرنگ همینطور ادامه داره. کتاب چون جدید نوشته شده احتمال میدم این کتاب جزو سنگ نوشته ها باشه، دست نوشته نباشه، احتمال میدم، مطمئن نیستم. فاصله بین سطرها خیلی خوب هست، فاصله بین کلمات هم خوب هست، بد نیست. یکی دو از کلمه رو میبینم که خیلی داخل هم رفتن، اما خب این کتاب جز اون کتابایی که من میتونم راحت تر از دستخطه هایی که قبلا تجربه کردیم رو بخونم. این کتاب در 178 صفحه نوشته شده که در این PDF ما هر دو صفحه رو، چون هر دو صفحه در یک صفحه می‌بینیم، فرد و زوج رو در یک صفحه می‌بینیم، در یک نصف شده، 79 صفحه شده. همونطور که می‌بینیم کتاب تقریباً سالم هست، برای اینکه در اواخری که کتابخونه‌ها خیلی نگه چیز بودن، کتاب‌ها رو نگه می‌داشتن، می‌بینیم که بعضی جاها کلمات رو در بین دو سطر نوشتن. این نشون میده که دستیه. این نشون میده که این کتاب دستیه. اگر حروفچینی بود یا صافه سنگی بود این امکان براش خیلی کم بود. حالا مثلا اینجا این رو نشون بدن که دوستان متوجه بشید که منظورم چی هست. ببینید مثلا اینجا اومده خیلی به چاپی و سنگی نزدیکه، خیلی، یعنی من دارم نگاه میکنم خیلی به چاپ سنگین نزدیکه. مثلا اینجا نگاه کنید بین دو سطر اومده یک کلماتی رو اضافه کرده و این نشون میده که دستی باید باشه. به نظر میاد این دستی هستش. یا اینجا نگاه کنید یه خط کشیده و عدم کراهتی، نه، این رو اینجا نوشته. اینجا یه خط کشیده برای اینکه آیت هستش یا ایت هستش و نعم اید و مکاتبت مکاتبت مساعده ایت. حالا و نعم اید مکاتبت مساعده ایت اولونان کیمسه. اینجا مثلا اونجا نوشته. این نشون میده که این دستیه، اما اگرم دستی باشه واقعا خیلی شاهکار دو دستی برای، یعنی این چاپی نوشته شده. یعنی که رو نگاه کنید، هر جا نگاه میکنید که ها این هم نوشته شده. این نگاه کنید حتی توشیها، حتی عربیشینا خیلی انگار که دستی نیست و حروف گذاشتن، برای که تمامی جاها این تکرار میشه و عین همه، هیچ تغییر زیادی نیست. ولی در این حال فرض کردم مثلا بعضی جاها در بین این کلمات جمله ها نوشته. میبینیم روی بخشای عربی هم خط کشیده و هم صدا گذاری کرده، استانداردش کرده، اعراب گذاری کرده. اینجا میبینیم روی بعضی از حرف‌ها اینجا وصیت، اینجا حضرت صلی الله علیه خط کشیده برای که نشون بده این یا عربی هست یا مهمه یا اول فصله. حالا دوباره کتاب رو کوچیک می‌کنیم که صفحه رو بهتر ببینیم و به نظر من که خیلی باید نزدیک به چاپ باشه یا چاپیه، یعنی چاپ به مفهوم چاپ سنگین، نه چاپ سربی. چاپ
یک کلمه ترکی هستش دوستان. این که در زبان فارسی هستش چاپ و نشر. چاپ این کلمه ترکی هستش از نام چاپماخ، یعنی مثلا سوار اسب میشید و چاپماخ میکنید، یعنی اسب سواری میکنید، به سرعت رویدن. این حالا چاپماخ یه چیزی رو با مثلا حبل یه چیزی میزنید چاپش میکنید، یعنی دو تکش میکنید. اونم هستش. در زبان ترکی به چاپانش میگن باسن یاین، یعنی به جایی که بگن چاپ نگفتن، گفتن باسن، یعنی این دستگاه پرس بوده که فشار می آورده، کاغذ ها رو چاپ میکرده، بعد یکی دیگه به این فشار بر اساس این گفتن باسن، یعنی باسماق، فشار آوردن، و یاین یعنی این فشار دادن، باسن یاین. اینجا میبینیم که خیلی کلمات زیادی خط کشیده و این هم جالب هست. بذارم حالا برگردیم اول آخر کتاب رو یه نگاهی بکنیم و برگردیم اول کتاب و ببینیم. آخر کتاب کاملا عربی به نظر میاد. حالا تلاش میکنیم که ازش چند صفحه‌ای رو بخونیم. صفحه اول رو میایم ببینیم اینجا کجا رو احتمالاً به جای این حاجه، حالا این چی هست؟ من انگلیسی، بازم این کتابخونه سلیمانی هست. الامام العالم العامل و الپیر الکامل. حالا اینجا پیر نوشته، تو زبان ترکی به مرشدها، به راهنمایان عرفانی پیر میگن. به خاطر پیر البته یه لقب مقدسیه، حتی در مناطق ترکیشون به درخت‌هایی هم که بعضی ها فکر میکنن معجزه‌ای داره، کرامتی ازش صادر میشه، شفایی میده، یا پارچه چیزی میبندن یا نخی میبندن یا چیزی میبندن، به اون هم پیر میگن. پیر در حقیقت یه چیز مقدسیه، یک نام مقدسیه، یک صفت، نام نیست، یک صفت مقدسیه که به هر آدمی یا به هر چیزی گفته نمیشه. مثلا به آدم‌های که سنشون خیلی بالاست پیر نمیگن. گوجا به معنی بزرگم هست، الان برگردی به معنی بزرگم هست، ولی وقتی پیر میگن این یه مفهوم تقدیس شده داره، مبارکی هست، قابل احترامه. کجا ممکنه آدم مسن باشه ولی قابل احترام نباشه، یا عقل خوبی نداشته باشه، یا کار خوبی نکرده باشه، به هر دلیلی کجا باشه ولی نمیتونه پیر باشه. بودن یک مورد تعیین اجتماعی قرار گرفتن و مورد احترام و حرمت دینی قرار گرفتن هست، مورد قبول دینی قرار گرفتن هست، اعتقادی قرار گرفتن هستش. حالا برای همین این تو می‌بینیم به شکل الفبا الفلام رو اول کلمه آورده به عربی هم نوشته میشه. الامام العالم العامل و الپیر الکامل. امام عالم، امامی که عالم هستش، رهبری که عالم هستش، العامل اون آدمی که عمل بکنه، و الپیر الکامل و پیر کامل هستش. و کسی که امامی المکمل قدوة الموحدین، قدوة المحققین، غوث العارفین، قطب الواصلین. حالا چی؟ این هم اسم رو برای یک پیر آورد. این پیر کیه؟ الشیخ الاکبر محی الدین العربی قدس سره. محی الدین عربی شخصیت بسیار برجسته عرفانی و علمی و فلسفی جهان اسلام، به خصوص جهان اسلام غربی. اسلام به جهان اسلام به دو تکه در گذشته تقسیمی شده در تاریخ. یکی به شرق که از چین اومد تا مثلا فرض کنید که ترکیه امروزی، و از ترکیه به بعد رو تا اسپانیا و غرب اروپا رو میگفتن غرب. حالا ایشون اگر اشتباه نکنم
محی الدین عربی جزء غربی هستش، بزرگان غربی هست، یا شاید هم دارم اشتباه میکنم. یک کتابی دیدم که فلسفه ابن عربی رو با ابن رشد اگر اشتباه نکنم مقایسه میکرد و اونجا از شرق و غرب هم سخن گفته بود. حالا یادم نیست، احتمال حالا اون قسمت رو ول کنیم. حضرت لرنون یعنی محی الدین العربی حضرت لرنون جمله تألیفات دیدن فتوحات مکیه، یک کتابی داره به نام فتوحات مکیه. جمله تألیفات دیدن از تألیفات زیاد او فتوحات مکیه نام کتاب مستطابل و سایای انبیا و اولیا و نسایه علما و حکما بابن ترجمسی علوم و ولی النعم و سبب و آسایش جمله امم از سلطان ابن سلطان از سلطان عبدالعزیز خان اطال الله عمره بالشوکت و ایده بالنصر و الفتح مادام اولدوران حضرت لرنون زمان عدالت نشان عالی لرنده آثار خیریه عمومیدن مالتفه خستخانه مدیر قائم مقام عثمان بی معرفتی با امتیاز نظارت معارف خستخانه مزوره مطبعسیده برنجی دفعسی به لطف کرم تعالی طبق و تمثیل میسر علموش شد. این تاریخ نشر این کتاب از 1287 تاریخ چاپشه برای اولین بار در این بیمارستان که یه بیمارستان خیریه عمومی بوده زیر نظر دولت بوده که چاپخونه هم داشت این بیمارستان، برای اولین بار این رو باسنگاهی کردن، یعنی چاپ و نشر کردن. میر عدد بیاض محمدیت اون کسی که این رو نوشته، این مقدمه رو نوشته فیعتی یا فیعتی هستش. زیر عدد بیاض محمدیه من دارم میکنم محمدیه. خب اینجا گفتش که این کتاب در چه زمانی نوشته شده. جالبه که ما میتونیم دو تا تاریخ باهاش، یکی تاریخ چاپ هست، یکی هم تاریخی که این کتاب نوشته شده میتونیم پیداش بکنیم از سلطان ابن. این کتاب در حالا از مجموعه کتاب‌های ابن عربی یک کتابی هست به نام فتوحات مکیه که قسمتی از این کتاب یا یک جلدی از این کتاب اختصاص داره به بسایای پیغمبران و اولیا و نصایح علما و حکما. این رو به ترکی ترجمه کرده، این عربی اصلش، و در دوره سلطان عبدالعزیز خان چیز شده. حالا ببینیم که این سلطان عبدالعزیز خان چه کسی هستش. من همونطور که این گفتارش
حالا اینجا از سلاطین دولت عثمانیه و ملوک سلاطین ترک المسلمین السنة من آل عثمان الإمپراتورية الإكرامية لأطراف الأفراد المتمددة في عدة أراضي على 3 ضربات برای حق فقد جمعوا بين الخلافة الإسلامية والسنة بدأت الإنهام 1913 و دام دقیقاً سالی که کودتا در ایران انجام شده این هم رضاخان انگلیسیان کودتا کردن در اون زمان هم قاجار عثمانی هم ثابت شد الى عام 1922 یعنی این عام فلان الی فلان از 1999 تا 1900 حالا اینجا من میخواستم بگیرسیم که ببینیم چی هست اینجا از مقدمه کتاب رو خوندیم. حالا خود کتاب رو بریم ببینیم چی هستش. همین داخل نقاشی نوشته محی الدین عربی حضرت گری فتوحات مکیه زنده وصایای انبیا و اولیا و نصایح علما و حکمانی ترجمه سید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله علی نعمائه المتواترة المتوالية و شکر علی آلائه المتکاثرة المتناهية زكي واجب الوجود
معدوم نابودی وجود ایله موجود تونج نقوش غریبه‌ای تحلیل و نفوذ عجیبه‌ای تصویر و ممیز و مغیز الخیر و الجود که موجود موضوعه وجود داره هر بیر مظهر صفات الهی تقدیر و مصدر آثار ناقص تقدیر یه شعر اینجا داخل پارانتز گذاشته برای اولین باری که می‌بینیم از پارانتز استفاده کنیم که کتابایی که الان برق زدیم چند اولین باری که می‌بینیم از پارانتز استفاده شده و روی اون هم خط بالای بیت هم خطش مشخص تعالی الله قیوم و دانا توانایی ده هر ناتوانا توانایی ده هر ناتوانا توی موجود غیر توست معدوم توی موجود غیر توست معدوم تو مشهودی و غیر توست موهوم. اینا شعر تا اینجا شعر رو به فارسی نوشته. و صلی الله علی حقیقت حقایق خلیقه و وسیق الخلائق فی الحقیقه الخلیفة الاکمل الاکبر محمد المبعوث الى الاسود والاحمر لیتم مکارم الاخلاق و معالیه. ببینید خیلی جالبه، تو قرآن یه آیه هست الیوم اکملت لکم دینکم، امروز برای شما دین رو اکمل کردم، تکمیل کردم. این حضرت محی الدین علیه در اینجا میگه که خیلی عالی میگه که و وسیقة الخلائق فی الحقیقة خلیفة الاکمل الاکبر محمد المبعوث. چرا مبعوث شد محمد؟ الی الاسود والاحمر، برای سفید و ببخشید برای سیاه و قرمز رنگ ها رو چرا حالا مبعوث شد؟ لیتم مکارم الاخلاق و معالی، برای اینکه مکارم اخلاق رو تموم بکنه. اینجا اونجا اون دین رو به مفهوم این چیز نمیگیره، به مفهوم دین و عبادت و خاص نماز و روزه نمیگیره، تفسیر میکنه مکارم الاخلاق و معالی و تفوید به القلب به درجات عالیه و زهی معزز و مکرم که اعیان عالم اجنده علوم لوح و قلم و رقم علوم ماشنش میکن علم ذریه تراز ولایت و نبوت ایده سرفراز معلم منصب با اعزاز رسالت و خلافت ایده ممتاز و مسلمی بید بودی تو نبی جهان عدم بودی تو نبی جهان عدم بود، نه عرش و نه لوح و نه قلم بود، از نور تو گشت آفریده عالم چه شنید و چه دیده. و علی آله و اصحابه الهادین المهدیه آدین یهدیه و ادبائه من الخلفاء المخلصین له الدین و لله حنفاء رضی الله تعالی عنه و زاد به قدرا و شرفا ما خص الله به اهل القرآن و تالیه و اوصالهم. حالا بذارید یه ذره بریم جلوتر و اوصا المقدم که بسایاه تالیه معلوم خمائر اولا الابصار و اول بصائر و مفهوم الخواطر ذوالعقول و المشاعر درک حضرت حق و هادی مطلق گنج انبیاء کرامی علیه السلام خلقه ایصال اتمه ایصال رسوندن ایصال اتمده دخی حکمت و مال معال bu idi ki onları hakkın vahdaniyetine davet edip ahlak hamide ile mütehallik ve hisal pesendideye mütehakkik
بعد آنا منوط و قروه بوسکا و عزت و سرمدا آنا سرمد آنا مربوط در. خیلی اون چیزی که در بالا گفتم رو اینجا تکرار کرد که حضرت محمد برای این اومده که و بقیه پیغمبران هم فقط برای این اومدن که حکمت به ما که آن داری حکمت و معاد هدف نهایی و حکمت این که این همه پیغمبر اومدن این بوده که آنها حق وحدانیت اونها به وحدانیت و یکتایی الله دعوت بکنن، اخلاق حمیده حمید پسندیده خوب نیکو دیده متخلق متخلق یعنی خلق بشن، متخلق بکنه یعنی انسان‌ها رو برگردونه به این چیز و خصال پسندیده محقق علت و همین خصال پسندیده همین چیزی گفتیم که برای این بوده و بولری معجزات یا هر باهره ایده تعیید و آیات بینات ایده بنیان بولرین تشریفی ادیو کمینه کتاب کمینه همان کمینه کتاب کتاب ایله خطاب کمینه کلام موجز نظام ایله وحی و الهام به بعد یه پیغمبر کتاب فرستاد نوشته فرستاد و برای دیگر فقط سخن از موجز وحی و الهام ایله تا که اساس شریعت محکم و بنای طریقت مستحکم قلوب معاند و مجاهد و حالا من این مجاهد نمیدونم به معنی چیه و معارضه و مناقضه متصدی علمی و تعرض و تصدی اکمدن عاجز و ابکمولا و بود صاحب سعادت و سعادت دخیل مراسم تبلیغ جد و جهد بلیغ دو اعلای کلمت الله دیله دین خدایی از هر من الشمس دیل استوا روشن و فرودا و منافقینه مجال مرا و حالا مجاب مرا و به جدال گالمدی مرا فکر میکنم به معنی دیدن منافقینه مجال دیدن نمود و جدال الآیه لا اکراه فی الدین در تبین الرشد من الغی. نگاه کنید اینجا دوباره رفت که در دین اکراهی نیست. اصلا بر اساس این آیه هستش که وقتی عرب‌ها و ترک‌ها عرب‌های مسلمان و ترک‌های مسلمان با کشورهای همسایه و ملت‌های همسایه جنگ می‌کنن یا اونها رو شکست میدن اونها رو مجبور نمی‌کنن تا دینشون رو تغییر بدن، زبانشون رو تغییر بدن. بعد از اشغال مجدد اندلس توسط مسیحی‌ها و در هر جای دنیا که این غربی‌ها و مسیحی‌ها رفتن برعکس در اونجا اینها تلاش کردن دین، زبان، تاریخ و حتی نوع فرهنگ، پوشش، غذا همه چیز اینها رو تغییر بدن و تبدیلش کنن به یک کپی از اون چیزی که خودشون میخوان. ولی در اسلام می‌بینیم که اتفاق نیفتاده. یعنی ما شرقی‌ها بسیار انسانی زندگی کردیم در تاریخ. ما هم جنگ کردیم، ما هم کشتیم دشمن. ولی اگر مقایسه بکنیم دو تمدنی که با هم رقابت می‌کردن، هم از نظر دینی رقابت می‌کردن، هم از نظر فکری فلسفی رقابت می‌کردن، هم از نظر نظامی و تکنولوژی رقابت می‌کردن و هم از نظر زبانی ها و می‌بینیم که ما مثل اونها رفتار نمی‌کردیم. خیلی انسانی رفتار می‌کردیم، خیلی انسانی‌تر، خیلی. حالا اینجا که میگه متخلق به اخلاق پسندیده
burada bir mucib ulema ümmeti ki Nebi Bani İsrail که انبیاء بنی اسرائیل هر بدون اصحاب احبا سیدن علما و خلفا باقی کنند. اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتهم احوای فواید احتباسی. حالا یه مقدار بریم پایین‌تر ببینیم که بالاخره یه چیزی میگه. مقتدای دین و دولت دائمی شر و ملت اولدüler bunlar den sonra kubrای مشرکین و علمای دین رضوان الله علیهم احادیث شریفه و آیات منیفه اولان اجمالی تفضیل و اشکالی تصویر edip اشکال etmeler اشکالی تصویر edip usul و فروده مصحف مطهره تصنیف و معقول و مفهومیده زیر معتبره تعلیف اطلاع. اگرچه زمان سابقه طریق اجتهاد گشاده المغل مذاهب مختلفه اختلاف خودو حسیدن زیاده ایدی ولیکن اوان لاحقده باب اجتهاد من صد دلوب مذاهب اربعین میله 4 ارکان بنای دین و ملت و سرای سنت جماعت مسلم و مشیدن اونده. اوایل اسلام میگه که جا خیلی باز بوده، افکار خیلی باز بوده که شریعت‌های مختلف به وجود بیاد. یعنی از اول اسلام تا فرض کنید 200 سال بعد، حتی از فوت حضرت رسول تا 200 سال بعد، 50 سال بعد، یک آزادی بسیار گسترده فکری برای اندیشمندان وجود داشته که میگه بعداً یواشاش کمش کردن، این فضای باز آزادی رو کم کردن و محدود تا رسید 4 تا مذهب اصلی، ولی قبلا خیلی مذاهب بود. نگاه کنید ببینید که ما به تدریج جهان اسلام به تدریج به دیکتاتوری نزدیک شد. اوایلش بر اساس گفتار این عالم بزرگ ابن عربی که خودش هم قدیمی هست، یعنی آدم نیستش که 500 سال پیش باشه، خودش هم 700 سال پیش میزیسته. حالا میتونیم ابن عربی رو اینجا دوباره ببینیم ابن عربی در چه تاریخی. ابن عربی ابن عربی با نام کامل ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن عربی الخاتمی الطائی الاندلسی المرسی دمشقی، زاده 26 ژوئیه 1165، الان 2025. خب حدوداً 800 بذارید ماشین حساب بیارم، من خیلی تو این زمینه ها 2025 منهای 860 سال پیش این انسان شریف و عالم میزیسته. خیلی مهمه که ما بدونیم که این کتاب رو در اون زمانی نوشته، یعنی 400 سال بعد از اسلام این آدم داشته این کتاب رو نوشته، بودن 400 سال بعد و داره به نوعی حسرت میخوره که اون فضای آزاد اولیه رو گرفته شده. ولکن لاحقه باب اجتهاد من علوم از ظاهر اربعین 4 ارکان براوی و ملت و سرای سنت جماعت
بعد علمای دین و اولیای طریق یقین اسرار شریعت و اسرار طریقت و حقیقت‌های تصاویر قاعده و حقایق رائفه تدبیر وجود هر این منطقه ظاهر و هر فردی این مرتبه راغب المشکل و الناس فی ما یعشقون مزاد والناس فی ما یعشقون. خیلی جالبه، انسان ها در چیزی زندگی میکنن که عاشقشن. مذاهب الامام عالم عامل و پیر کامل و مکمل خاتم الولایه المحمدیه و وارث الخلافه الاحمدیه الفانی فی الله و الباقی بالله قدس قدوة الموحدین الكبريت الأحمر الشيخ الأكبر محيي الدين أبو عبد الله بن محمد الابن العربي الخوضي تحول على بل بالروح که انواع علوم و اصناف علومه که تصمیماتی بیندن افزون که در بیش از 1000 تا این آدم در بیش از 1000 مجموعه چیزهایی رو نوشته، رساله هایی رو نوشته. bir مقام و حال یکتر که آنی ضائق و هیچ کمال یکتر که آنا محقق علوم آنا لایق رساله تعلیق اسم مشغوله بحر محیط دور تازگی ادراک بسیدن بسردن دور کنار دور و bir بسیدی دور که عرض طول احاطی نظردن بیزار دور مقامات و کرامتی معروف و مشهور و کتب معتبرده احوال مستور و مزبور دور و قطبیتی السنی محققیندن مذکور هر رسالتی مجموعی اسرار الهی و هر کتابی مطلع انوار نامتناهی دور خصوصا فتوحات مکیسی که هر بابی مفتوح فضایل حنایل. حالا اینو اون نویسنده که میخواد ترجمه بکنه اون داره مینویسه در رابطه با این انسان بسیار بزرگ. خزائن حنایل اسرار وجود و هر فصل افتتاح دفاین مخازن ادرار فیض وجود دور عجایب و غرایب طریقتی شامل و مقاصد و مطالب حقیقتی مشتمل bir mürşid kamil ve mükemmel ki lisan işaret ve tarih ciddi irşad ve fehvad ibaret ve her müstefidi imdad ve istifade eder. Velakin anın bab ahiri ki o kitabda olan zavadir ahiri mesabesidir ve dahi besayay ulya ve enbiya ve nisai ulema ve hukemaya atbari mesile اکثر ناسی آن در استناس ادود مواعظ و وسایل آسیدن بهره‌مند و فهم مسائل مزایاسیدن ارجمند علوم در برای عبارت عربی و محاورت مغربی دیگر المغن فهم اشاراتی اسیر دود اسیر یعنی سخت و عباراتی غیر یسیر آسان و عبارتی غیر یسیر و تو حقیق کثیر و تحصیل غالبا مجمع مطالب دیگر مطالب علوم مطالعه سیطاله و راغب علومی اجل یعنی به خاطر بیلدیک بیلدیک که محضره جمیله خیلی و مستره حجره لاغیدی قبال عربیدن چگارو رومی دیگر مزده ایان رومی مزده ایان و ایان ترکی دیده جلوه بیان تکیه. خب میگه که حالا اینجا سخن جناب ابن عربی هم عربی بود و هم مغربی بوده، یعنی با فرهنگ غرب
اشاراتشو آورده. حالا اینجوری ما بودیم به فرهنگ غرب یا با آداب و رسوم غرب. حالا میگه که من چیکار کردم چون خیلی باهاش آشنا بودم که اینا خواستم اون رو از قبا این چیزی که مولاها میپوشن الان عرب ها میپوشن از که این قبای عربی رو از تنش در بیارم و چیکارو رومی دیدم. ببین روم جالبه که ما روم وقتی میگم میگم که رومانی روم یه مملکتی بوده ما رو نه آقا روم عبارت است از ترک‌هایی که اونجا بودن. حالا من اخیراً من همیشه تصور می‌کردم و فرضم برای این که ترک‌ها در مورد ترک‌ها و مهاجرت یه فرضی داشتن. اونم این که ترک‌ها باید یعنی انسان‌ها در جایی زندگی می‌کردن که هوا گرم و آب زیاد و امکان رشد و نمو گیاهان و طبیعت و انسان‌ها و حیوانات اونجا محل زندگی انسان‌ها بود و بعد یواش یواش اینها که زیاد میشن و حتی خانواده ها هم با هم دعوا میکنن. یک خانواده هم ممکنه در داخلش دعوا بشه و یه خانواده یکی که شکست میخوره برداره فرزندانش رو از اونجا فرار بکنه که جونش بده. به نظر من اصلا فرضیه کوچ اینجوری بوده. چرا ما از ایران کوچ کردیم؟ اینو باید واقعیت رو بپذیریم، برای اینکه زندگی در اونجا برای ما سخت یا مرگ یا کوچ، یکی از این دوتا. و ما مرگ رو انتخاب نکردیم، ما کوچ رو انتخاب کردیم. حالا آیا یه روزی میتونیم برگردیم؟ حالا 1000 سال بعد فرزندان ما بگن که نه ما مثلا مهاجرت کردیم اینجا بودیم؟ نه، ما از یه جایی قبلا مهاجرت کردیم، اونجا وطن ما، میتونیم برگردیم اونجا. من نظرم اینه که اگر که ما مجارستان بودیم اینا میگن هونها اگر اونها ترک بوده باشن در اروپا و برای انگلیسی ها تمدن بزرگ باشن در این جزیره ها و یه حکومت بسیار بزرگی رو در اونجا در اروپا گذاشته باشن، ممکن که ما بعدا شکست خوردیم مردود عقب نشینی شمال و چین و بعد که دوباره قدرت گرفتیم، دوباره 1000 سال بعد دوباره برگشتیم. ولی در اونجاها خالی از ترک نبوده. اروپا هیچ وقت خالی از ترک نبوده، همون که چین خالی از ترک نیست، همون که روسیه خالی از ترک نیست، همون که هندوستان و پاکستان و افغانستان و سریلانکا و کره و اینها خالی از ترک نیست. ممکنه که تغییر زبان داده باشن، اما این که ترک هستن تغییری درش ایجاد نمی‌کنه که ترک درش خیلی در اینها خیلی. حالا وقتی که از روم داریم صحبت می‌کنیم به نظر میاد که یک ملت دیگری بوده. نه، روم در گذشته تاریخی یونان به یه شهر گفته می‌شد. یه شهر هم گفته نمیشه، شهر به مفهوم امروزی وجود نداشت. این شهر به این مفهوم از زمانی که بخار کشف شد و کارخونه ها راه افتاد شهر امروزی پدیدار شده. قبل از اون قلعه بود، یه قلعه‌ای که داخلش مثلا حالا فرض 1 کیلومتر طولش بوده، 1 کیلومتر هم عرضش بوده مثلا، یا 2 کیلومتر، حتی اکثر این بود، خیلی بزرگ نبودن و در داخل اکثر مردم در خارج از اونجا زندگی می‌کردن. یعنی امروزه بهش میگیم روستا، در روستاها و دهات زندگی می‌کردن و در اون دژها یا اون قلعه‌ها یه تعداد اندکی شامل سربازان بوده، فرماندهان بوده، تجار بزرگ بوده، نمی‌دونم شاه و اطرافیانش بودن، یعنی اون خان اون دژ. حالا اگه میتونست این خان بره چند تا دژ دیگر رو تصرف بکنی تبدیل بشه شاه میکنه مثلا. و
یکی از اینها اسمش مثلا رومه یا یونانه، بقیه هر کدوم یه اسم برای خودشون دارن و هر خانی اونجا همونطور که در ایران امروزی هم که ایران هستش قبلا 100 سال قبل حتی تا اصلاحات ارضی که محمد رضا میکنه در 1340 ها 42 فکر میکنم 1342 تا اون زمان حتی ایران امروزی هم همین شکلی بود. یعنی هر خانی مثلا پدر بزرگ طرف مادری من 7 روستا داشت، خودش یه شاهی بود این منطقه. مثلا یه خانی بود که من خودم دیدم این رو با پدر بزرگ مادری از یه طرف دوست بود، خیلی نزدیک بودن، پدر بزرگم مشاورش بوده و اینا، کربلای بشنان. این مثلا من دیدم اون پیرمرد خان حیدربی خان بود اگر اشتباه نکنم، قدرت خان من قدرت خان رو خودم دیدم، آدم قدیم چهارشونی میومد خونه پدر بزرگم و اینا، منم خب شروع به دستن نمیشه بیشتر بعد از انقلاب خب تغییر شده، دولت اموالش گرفته بود و اینها، شاه اموالش اینو رو گرفته بود، تغییر شده یکی از محلات دست تبریزی مثلا این یک زمان دارای 40-50 تا روستا بوده و برای خودش دسترس و سلاح و سرباز و اینها داشته. سرباز محبوب امروزی نه، یه هم مثلا میرفت یه روستایی آدمی میرسه و از این تا 5 تا 10 تا 20 تا سوارکار پاشدن بیان خدمت خان بدون چرا خان شدن میرفتن و یه هم مثلا 500 تا اسب سوار داره پشت سر این را افتادن با تفنگاشون از پشت دارن میدن برای حالا جنگ با یه خان دیگه اینجوری. و اونجاها دیگه هر روستایی نام خودش داشت، اما وقتی که این روستا مالکیه میگفتن مثلا قدرت خان. مثلا قدرت خان اگه میخواد یه کاری بکنه، اگر یه خانی قدرتمندتر از اون بود یا این خانی همتراز اون بود یا کوچکتر از اون بود، با اینها اتحاد برقرار میکرد برای مثلا این کار بزرگ. یعنی حالا یه خان بزرگتری چیز داشت. حالا این که دیگه اواخر دیگه از این دو زمین‌ها رو ما خیلی با این سیستم آشنیم، ولی در ایران تلاش میکنن هم چپی ها یعنی سوسیالیست ها، مارکسیست و کمونیست ها، هم خانیدانیست ها، پهلویچی ها تلاش میکنن این سیستم رو نادیده بگیرن. میگن در ایران خانخانه میره مثل اون چیزی که در اروپا وجود نداشته، یه چیزی از ما برگزاری نمی‌کنن. اینا چرند پرندی که اینا برای که ایران رو بشورن و بذارن میگن ما خیلی چیز بودیم، نه ولی چیز که فارس‌ها در این منطقه در بدترین سرزمین‌ها زندگی می‌کردن که آب هوای خشک و کلیدی داشت، کلیدی درک و احتاش زندگی می‌کردن، زندگیشون بسیار سخت بود و هیچ قدرت سیاسی اقتصادی خاصی نداشتن در حداقل 1200 سال گذشته، حتی 1500 سال گذشته هیچ قدرت خاصی نداشتن که بشه گفت که اینها قدرت خاصی داشتن. و به هر حال میخوام بگم که روم در ادبیات اسلامی مربوط میشه به ترکستان غربی. ترکستان غربی هم گفتم منظور از آذربایجان، از اواخر انتهای آذربایجان که همین در ایران هستش در آذربایجان مستقل، از اینجا شروع میشد میرفت مثلا تا به خلق اروپا. اونجاها رو چیز میگفتن، روم میگفتن و منظور از روم نه اینکه غیر ترک ها باشن، مسلمانان ترک هستن. ترکی به هر حال میگه که به ترکی این رومی من این رو ترجمه کردم تا فایده تمام و شاهد مخافل خاص، شاهد محافل خاص و عام مولد بعد الاستخاره و الاستجازه قبل الشروع و الورود علی المقصود الهام خیر انجام
حضرت ممکن الله وارد وارد و متواتر اردو. حالا برای اینکه ترجمه کنه اولش استفاده میکنه و اجازه میگیره از قبل از اینکه قضیه و اینکه از الله ترجمه کنه. اون نوباده دوستان معارف حقانی و نظامه عوارف دوستان دقایی و پادشاه اسلام ضد الله الانعام فائز مرتبت الاجماع و الحادث و خلاف الاستقرار منحل الکمال و المظهر الجلال و الجمال عامر البلاد ناصر العباد رابع الکفر و الفساد باز عدالت و الامن فی الفصیل. اینا شد اینها صفت‌هایی که برای خاقان داره پیشمونی بعدا اسمشون میگه و مثل الجلال و الجمال عامر البلاد ناصر العباد قامع الکفر و الفاسد باز العدالت و الامن فی الفصیل الحاکم فی البر و البحر المحیط گزیده اساطین سلاطین آل عثمان و پسندیده خواقین و خواتین زمان خادم الحرمین شریفین فی المشرقین و المغربین از سلطان ابن سلطان احمد خان ابن سلطان محمد خان، احمد خانی که فرزند محمد خانه در دوری. حالا اگر ما اون پاک کردیم صفحه‌ای که مربوط به عزیز خان اینجا اگه برگردیم میتونیم حالا پیدا بکنیم که در چه سالی این که چیز رو گفتش که ما اینجا رو گفتش که از سلطان ابن سلطان احمد خان ابن سلطان محمد خان، سلطان احمد خان ابن محمد خان. حالا بذارید اینجا ببینیم سلطان احمد خان ابن محمد حالا جالبه که اینجا هم براش یک فیلم تهیه سریال برای این هم ساخته شده. من اینو خودم ندیدم، این عربی هستش، جالب هست. این رو بذاریم باز بکنیم برای خودمون نگاه کنیم اینو ببینیم. احتمالاً عرب‌هایی رو آموزش کردن Empower your students to be more authentic, impactful writers with Grammarly's comprehensive AI writing assistance. Use it to help students brainstorm better. من وفاة سلطان السلاطين سليمان المعظم. محمد الرابع میگه این محمد الرابع باشه آشفی 2 ینایر 1642 باشه 1642. این آدم الان 2025 هستش. این میشه بودن 400 سال پیش، 400 خورده سال پیش. در زمان این حالا فرق است بین اون چاپ و نوشتن ترجمه کتاب. ترجمهش داری اصل کتاب به عربیه که گفتیم حدود 800 سال پیش نوشته شده، 800 خورده سال پیش نوشته شده،
خان ابن محمد خان، پدرش محمد خان بوده و پسر شاهی که در زمان نوشته احمد خان شهید در به بنیان دار المرادات ربانیه و عین معالم دیوان خلافت علائم. حالا از اینجا بگذاریم دیگه این قسمت رو دیدیم و متوجه شدیم که قضیه چی هست. حالا من ببینم که الان چه مدتی داریم این رو بخونیم. 1 ساعته. من حدوداً 20 دقیقه حد اکثر کتاب وقت بذارم بریم صفحه 50 اینجا یک صفحه از صفحه 50 بخونیم و ترجمه هم نکنم. حتی که حد سبحانه و تعالی بنی آنلردن اسمت etdi ve yaranın meriz olsa onu iadet edip vefat ettikdə namazın kılıp cenazesine tabi olmuyor. Eğer ki rakip isek ardınca yürü ve eğer ki piyade isek piyade isen eğer rakip isen ardınca yürü ve eğer ki piyade isen Oni vardı caizdir ama ki ardınca yürümek o lider ve olidir. Oğladır ve eğer hamile cenaze isen süratle kabre oluştur ve su içtikken zarfın üstünü ört. Hala çiz میکنه این چیز دیگه su içtikken یعنی وقتی که آب خوردی ظرفin üstünü ört. در چیز رو ببند و گربه‌nin داخل ağzını bağla. گربه اینجا ببینید اون ظرفی که آب توش هست. گربه‌nin داخل ağzını bağla. احتمال دور که bir زهر جانور آنده زهرın dökmüş olar. حالا هر چیزی که در اون رو ببند، احتمالی که یه جانوری یک چیزی که داره زهر هستش به اونجا بخوره و تو هم بخوری چیز بشه دکمش بلند و uyudukta حالا که خواب میری خود kapısın kapa evin kapısın kapa در خونه رو ببند. شیاطین kapanmamış kapıyı açmazlar. Kapadıkta Bismillah ile kapa. میگه که شیاطین منظور نه این که روح و جنینا، غریبه ها در این که بسته شده رو باز نمی کنن معمولا. یعنی حالا بعض غریبه ها هستش که میاد در دیوارش هم میشکنه و میگه وقتی هم که در میبندی اسم الله رو با اسم الله به من و آیت کرسی اویوب سراجی söndür. سراج چراغ و آیت کرسی بخوان و بعد چراغ رو خاموش کن و اموریده صداد üzere olup biraz yakın tut ve amelden kalma و در امور و کارها صداد üzere صداد نمیدونم دقیقا چی هست، احتمال میدم که نمیدونم صداد üzere olup biraz yakın tut. یقین داشته باشید، یه چیزی ایمان داشته باشید، یقین یعنی اعتماد داشته باشید و عملدن دالمه و از عمل هم پرهیز نکنید، کار رو انجام بده. دمکی اگر شگی ایسا من عملin faydası olmaz. نگو که حالا این کاری بهت انجام بده، نگو که اگر طرف چیز باشه بیا در رو میشکنیم یا تو دیوار رو خراب میکنیم بیا تو. میگه نه، نگو اینجوری. اگر شگی ایسم عملin faydası olmaz و سعید ایسم، اگر من شگی هستم فایده نداره. حالا این فکر کنم مربوط به خدا هستش این چیز. و اگر آدم خوبی هستم که عمل خود نه حاجت دور، چه حاجتی به عمل هستش. زیرا که عمل سنا بشارت دور، چرا که عمل یک نوع بشارت هست برای تو که اهل جنت
cənnətdənsin ki, az əhli cənnətəsin və hər kəs nə üçün yaradıldı isə ona ulay gelir و هر کسی که برای یه کاری خلق شده که اون کار براش آسون‌تر میشه. یعنی قول تعالی فاما من اوتی اعطا و اتقا و صدق بالحسنی فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنی فسنیسره للعسرى. حالا اینجا یه آیه رو آورده که گفته که میگه هر کس که من عطا کمک بکنه عطا بکنه و اتقا تقوا داشته باشه و صدق بالحسنی و به کارهای خوب هم تحسین بکنه، خدا چیکار میکنه؟ سیسره خدا به اون آسون میکنه للعسرى که کارش آسون بشه. و اما من بخل هر کس بخل خصیصی بکنه و استغنا و خودشو غنی نشون بده و کذب و دروغ بگه للحسنی به کارهای خوب دروغ ببنده فسنیسره للعسرى خداوند کار اون رو به سختی وامی داره. الان در زندگی امروزی متاسفانه اینجوری نیست. در زندگی امروزی ظاهرا که هر کسی از زندگی دوستی بکنه اختلاس بکنه کارش اموال دیگری رو بکنه کارش راحت تر میشه. یعنی هم یرمز فعل اسرا و هم اویو فعلیله ایو فعلیله تیسیری علامت ایدی. میگه هم کاری که یرمز بیفایده هست اون فعل یسرا اون کارش آسون میشه و هم ایو یعنی کاری که خوبه ایو فعلیله تیسیری علامت ادی اونم راحتیش علامت یه چیزی هستش. یعنی ایولی که ایولینی آسان اتیکمن سعید و یرمزمونی آسان اتیکمز. اگر کارهای خوب رو آسان نکنه ایلویه آسان اتیکمز، اگه کارها رو خوب رو آسان نکنه سعید و یرمز کار خوب و کار بیفایده رو هم آسان اتیکمز نمیکنه، آسان نمیکنه. شدید علوم قال النبی صلی الله علیه و سلم فکل میسر لما خلق له. هر کسی به اون مسیری میره یا اون مسیری میره که به طرف اون خلق شده و مولانانی محاسبین مساوی‌لerinden ve hakkın beraber Müslüme terk ve hakkın beraber Müslüme terk ve qadir olduğunu bilen ve mürüvvet sahiplerinin ve recahatlı kimselerin hata ile hayallerler affıyla meğer ki ikamet hududda sultan ile sen o zamanda hudud Allah'da muhsanه جایز بگیر بود. حالا از خلاصه اینه که از اگر درباره دوستان همدین و انسان‌ها اینها گذشت رو به کار ببر و اما درباره حدود خدا و قواعد خدا مسامحه نکن و اگر که مالک یوریسه اگر یه چیزی مالک نداره یارت و یا نچعات سبیل الله در این باقیو حالینن و صبرسن سغیب اخلا آنا دلاده این بلاکن کرس اولنا سن و چرسی تعلیق اتمن. حالا بعضی از این کلمات رو چون برای گذشته از مربوط به اصل و این چیزا من اینها رو نمیدونم که به چه معنی هستش. میدونم قلبی زدن یعنی چی اینو میدونم، اما مثلا ساغرسن حالا یعنی چی نمیدونم.
belki malik yog'isa yeri at و یا bir neçə at səbilullahide bəğliyub. Halı dərvar Xuda məsələn çند asr رو نگه دار آلینن و ساغلیسی ساغلیو خیلی تخصص ببینیم صفحه 100 صفحه آخر رو بخونیم و تمام. این صفحه آخر کلن عربی هست. از این بگیریم صفحه مقبل آخر اینجا ulemadan bir tayfa demiştir ki bir talaq lazım gelir buyurdular ki ulaike hakemu bima vesele ileyhim ve asabu. Pes ettim ki ben istemem illa siz hükmünüzü ve size vakı olsa neçə ildir dediğiniz ne buyurdu ki hey ya salasetun kema kalallah la tahille lehu hatta tenkiha zevcen gayrehu summa terca ila ma kitab بسبیله من الدعا. حالا اینجا احتمال میدم که مربوط به ازدواج و طلاق هستش که چون از اول نخوندیم یه مقدار ذهن قاطی وسط ماجرا شدیم، از وسط داخل ماجرا شدیم، در نتیجه فهمش یه مقدار سخته. حالا در میان سنی ها طلاق با چیزی که ما در شیعه رایج داریم در ایران رایج هست متفاوته. در سنی ها اگر یک مردی بگه که 3 بار پشت سر هم مثل عصبانی بشه که سنه گشادم طلاق بدم دوزم براش حرام میشه. دیگه نمیتونه دوزم داره به یه مردی که مستقیم از طرف مستبدده یه چیزی دیگه هست برای اینکه انسان ها رو نذارن عصبی بشن، قوانین رو سخت کردن. حالا اینجا میگه که در اون مورد ها یه چیزایی داریم که یه نبیدی که هر یه سلاستون که مقام الله لا تحلیل له حتی تنکه زوجن غیره، میگه که حلال نمیشه الا که یه مرد با یه مرد دیگری ازدواج بکنه. ثم ترجع بعد از اون طلاق میگیره یا چرا میگه ازدواج بکنه دوباره برمیگرده نمیگیره. اینقدر باید عاشق باشن و اگر عاشق باشن چرا به همدیگه رو اینقدر عصبی بکنن که یکی دیگه من تو رو طلاق دادم. الا ما کتاب کنا به سبب دیدی من الدعا اللهم اغفر لی خطایای و جهلی و اسرافی فی امری و ما انت اعلم به منی اللهم اغفر لی جدل و حزلی و خطایایی و امری و حزلی. مثل که از اینجا به بعد دیگه همین عربیه. بله از اینجا به بعد همش عربیه و این کتاب آخرش تقریبا با عربی تموم میشه. دعاست در خیر خودش و بقیه امت ها. دعاهایی هستش که حالا ببینیم آیا این رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین رب اینی دعوتکم لیلا و نهارا نبو دخل بیت المؤمن اللهم خذ بارد بعزمة قلوبنا إلينا واجعلنا ممن تمتنا برحمتك التي واجعلنا هادين محبوبين للظالمين ولا چیزی در این باره این آخر سخنان بسیار مهمی هست کاری نداریم، ولی حالا اون قسمت چیز رو بکنیم و خاتم البقره من ربنا لا تؤاخذنا الی آخره حضرت شیخ رضی الله عنه بدر میگید گفتن بدر میگید آیه مولاده این دعایی که در باره نوشته در خواب از حضرت محمد شنیدن، در خواب حضرت محمد رو در
میدم از اینجا شروع میشه. الحمدلله من از حالا این دعا رو که در خواب میده حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم این که صحیح بخاری آنجا حضور شریف و حدیث الله دیگه من دعا میکنم میگه که در خواب دیدم که یک کتاب صحیح بخاری میگه که بخارا یکی از شهرهای بسیار مهم ترکستان هست، از مراکز فکری فلسفی فیلسوفان بوده. بسیاری از فیلسوفان که ایرانی‌ها میگن ایرانی هستش از بخارا هستش و از جهان اسلام، جهان ترک. یک کتابی رو اونجا یک شخصی نوشته به نام صحیح بخاری، یعنی مثلا حدیث‌های صحیح. دیگه در خواب این کتاب رو برای حضرت محمد خوندن و حضرت محمد در جواب این دعا رو خوند. صحیح بخاری آن در این حضور شریفیده ختم علوم گفته بوده نه دائیدن. وقتی که خونده شد این کتاب حضرت محمد اینجوری گفتن و او مکه مکرمه ده ایده و اون شخص هم که در خواب دیده در مکه مکرمه بوده. سنه در چه سالی؟ این جالبه، این نمیدونم. ببین سنه 99 و 500 در سال 577 در سال 577 بوده، 900 سال پیش این کتاب رو خوندن و اگر بونی احادیث جنده یاستم روایت ادم برن که کندولریندن استماع ادم محمد ابن خالد صوفی تلمسانی قرائت ایله و حضرتن سؤال ادم که یا رسول الله لفظ واحد و مجلس واحد ده. میگه که حالا اینجا میخواد طلاق رو بگه، طلاق رو خواستم بخونم که ناقص نمونه. میگه اگر یک نفر یا رسول الله از در خواب میگه این قابل اعتنا نیست، ولی در خواب نیست، خواب دیده، معلوم نیست که این واقعا خواب دیده یا ندیده، بر اساس چه چیزی داره. حالا ممکن هم خواب دیده باشه، خواب که دلیلی بر چیز نیستش، دلیلی بر یه حکم دینی نیست. یا رسول الله لفظ واحد یک سخن و مجلس واحد در یک مجلس جایی. الان من اینجا هستم، اینجا یه لفظ واحد رو در مجلسم که من اینجا هستم. در طلاق ثلاثه ایلن حکوم ادنه طلاق ثلاثه خوشادم تفوه ادنه bir طلاقی لازم geldi خود hükmü buyurdular diye salaset oldu. 3 denadır. Sebab kema Allah Teala da hatta دیگه که خدا پیغمبر هم گفتش که فراز حلال نمیشه، اگه سه بار طلاق بده حلال نمیشه دیگه، مگه اینکه یک شوهر خوبی بکنه و ازش طلاق بگیره. اینا که اونجا رو گفتن. خب دوستان، قصد ما در اینجا این که کتاب مطلبش متقبل هست، متقبل نیست. قصد ما در اینجا اینه که پدران ترکمان یا کتاب به ترکی نوشتن یا به ترکی ترجمه کردن. و جالب اینه که در جهان ترک که به تحت اشغال جهان غرب و اکنون بخش جهان غرب منظور مسیحی ها و چین در اومده، تمامی ترک ها از انگلستان گرفته تا هر جایی که اروپا هستش فکر می‌کنن که پدران و پادشاهان ترک ما در گذشته به زبان ترکی اهمیت ندادن، هیچ بلکه دشمنی هم کردن. جالبه که حتی فکر می‌کنن که این پانتورکیسم رو بعد از عثمانی ها به وجود آوردن، ترکان جوان و اینها، نه آقا ترکان عثمانی ها به وجود آوردن. و جالب اینه که بدونید دوستان، وقتی یک حکومتی، یک رژیم ساقط بشه، مغلوب بشه، یک ملت مغلوب بشه، اون قدرت غالب تا
تاریخ اون ملت مغلوب رو از نو می‌نویسه و اونها رو با پست‌ترین الفاظ گذشته‌هاشون رو انکار می‌کنه و بد می‌شه. جالب اینه که ما الان وقتی نگاه می‌کنیم این که ویدیوهای علادینی میاد می‌بینیم که در دوره عثمانی اواخر عثمانی ما زیر در روز ما اینو می‌بینیم هواپیما می‌بینیم ماشین اتومبیل قطار می‌بینیم کشتی‌های جنگی بسیار پیچیده با توپ‌های بسیار پیچیده رو می‌بینیم. خب به هر حال عثمانی‌ها قدرت جهانی بوده ولی الان به موجب بعد بیمار صنعت نداشته عمل کنده بوده بی‌سواد اینجوری نبوده. شما بینوایان رو اکثرا هم کتابش رو احتمالا خونده باشید و همین که سریالشون زمانی تو تلویزیون ایران نشون میداد. خود غربی ها هم الان گوگل بکنید تو یوتیوب میتونید پیدا بکنید سریال هایی که دوره انگلستان رو نشون میده و فرانسه رو نشون میده که دزدی و بیکاری و آدم دزدی و جیب بوری و این چیزاست. و خب وقتی حالا اینا اومدن به هر دلیلی به خاطر خیانت خودی ها از داخل عثمانی شکست، حالا همه چیز رو انکار میکنن و ما پدران ما هم پذیرفتن بعد از اون شکست زنده بمونیم. حتی بعد ما به استخدام اون اشغالگران در اومدن و اون اشغالگران رو تمامی داشته های خود ما رو انکار کردن و اشغالگران رو بردن آسمون خودمون رو دادن و این که بتونن زنده بمونن به دست بیارن و از خود بعدن اینها هم اون دشمنان هم بیشتر به ما حمله کردن. این کتاب ها به ما نشون میده همه این چیزایی که بعدی ها و در ایران ما هم در علم هم در زبان هم در همه ساحه‌ها مخالفین بسیار بزرگ کردیم ولی چون شکست خوردیم حالا همه چیز رو به ما میچسبونن و ما هم چون شکست خوردیم اون روانشناسی شکست خوردگی، من اینو در وینوس میگه هم بارو گفتم، روانشناسی شکست خوردگی ما رو به پذیرش این چیزا وادار ما خودمون رو باختیم، اعتماد به نفسمون رو از دست دادیم، اعتماد به نسلمون رو از دست دادیم، اعتماد به گذشتمون رو از دست دادیم که نتونیم آینده‌مون رو بسازیم. ببینید چیزی که ایرانی‌ها بهش مبتلا هستن، فارسی‌ها بهش مبتلا هستن، همین پیامدها سندروم شکست خوردگیه. سندروم شکست خوردگی 1400 سال پیش که شکست خوردن حالا نمیتونن حرکت بکنن، میگن که ما در این بلا رو سر ما فلانی ها آوردن. چرا؟ چون که اون سندروم شکست خورده اینها رو فلج کرد، اینا نمیتونن. ما ترک‌ها هم الان در حدود 2 قرن و نیم گذشته که داریم یواش یواش شکست می‌خوریم، از هندوستان شروع میشه، از چین شروع میشه اینا و میدونیم که تو روسیه شروع میشه، ما یواش یواش شکست خوردیم. به تدریج این تبدیل شد که ما بپذیریم. ولی در آخرین شکست ما در 100 سال پیش بود که عثمانی و قاجار از بین رفت. قبل از این هم که فدراتیف هایی که در روسیه هستن از دست رفته بودن که دیگه آذربایجان دیگه اون 6 تا مملکت مستقل ترکی که الان دیگه کردستان از این طرف جریان اشغال شده، ما دیگه این اشغال این سندروم اشغاله که ما در ما ایجاد شده و دشمن توی عامله می‌ذاریم تا بتونه امنیت خودش رو، منافع خودش رو در آینده تضمین کنه. ما با شناخت این کتاب‌ها نه به اینکه بپذیریم باید برگردیم در اصل این کتاب‌ها زندگی بکنیم، نه، این کتاب‌ها به ما نشون میده که ما یه راهی رو به ما گفتن برید و به ما گفتن در گذشته اینجوری که نبودیم. اگر بفهمیم که برعکس اون چیزی که اینها به ما اشغالگران به ما میگن بودیم، نه برعکس اون بودیم، اگر این رو بهش برسیم آینده رو میتونیم بسازیم و آینده از شناخت گذشته میاد و شناخت گذشته برای این نیستش که برگردیم تو گذشته زندگی بکنیم، نه، شناخت گذشته برای این که ببینیم پدران ما تونستن داشتن ولی شکست خوردن، حالا ما میتونیم دوباره برگردیم بالا. این مهمه.
و این با آشنایی با اینها هستش که پدران ما در اون شرایط سخت تاریخی که تکنولوژی هم خیلی زیاد نبوده کتاب‌ها رو یا می‌نوشتن یا ترجمه می‌کردن و زبان ترکی زبان اصلی جهان اسلام بعد از عربی بوده، به خصوص در دوره عثمانی که دیگه خلافت میاد در دست ترک‌ها جمع میشه، مثلا زبان اصلی جهان اسلام تبدیل میشه به زبان